حالا واقعا نیازه باشه هیلو گرفته باشیم؟ چرا؟ اوکی باش. برو رسلینگ پر از استعدادهای سرشناسه و این ستاره ها به خاطر کاراکترهای خاصشون به موفقیت رسیدن. اون وقت پیش ویدیویی مربوط به 10 تا از بهترین کاراکترهای هیل مدرن رو گفتیم، ولی حالا بذار از اونایی حرف بزنیم که بهترین شخصیت فیس داشتن در مدرن. آره بگن تو لیست خیلی زیادی میشه. پس با ما همراه باشین. قبل ویدیو هم بکن Really nigga چیز لایکو میگم. آره سابم بکن یاد نره. برو برم. شماره 10 رومن رینز. حتما با خودتون میدین رومن که بیبی فیس موفقی نبوده و حرفتونم درسته، ولی اوایل کار قضیه متفاوت بود. وقتی رومن در شیلد بود به شدت عجیبی داشت تشویق میشد، جوری که وینس مکدونالدمن تصمیم گرفت برای پیشرفت رومن و دو عضو دیگه‌اش ست رولینز و دین امبروز کل تیمو منحل کنه و رومن رو به اوج برسونه. رومن بعد از جدایی شیلد در سال 2014 برنده اسلامی بهترین استار سال شد و در اون سال یه رسلر خیلی محبوبی بود، جوری که در اون نه تنها یک بار بلکه 2 بار قهرمان جهان شد، ولی سومین قهرمانیش براش بد تموم شد چون داشت معلوم میشد وینس داره واقعا زیادی به رومن بها میده. شماره 9 ست رولینز. ست بعد از درگیریش با آنتر در سال 2016 تبدیل به تاپ فیس کمپانی شد و همه چی جوری پیش رفت که هوادارا می‌خواستن. زمانی که درگیری ست آنتر در سال 2017 تموم شد، این فرصت خوبی بود که ست دوباره پیشرفت کنه. ست موفق شد توی مدت 2 سال 3 قهرمانی رو کسب کنه. موفق شد همزمان قهرمان اینترکانتیننتال و تگ تیم را بشه و حتی پیروز روی رامبل هم شد. حالا کی این وسط خاره پشه؟ این یا رومن؟ اما دور از شوخی اتفاق عالی برای ست بود. ست در حد شخصیت فیس و هیل به افتخارات خیلی زیادی رسید و واقعا هم کارش عالی بوده. و شماره 8 ادی کینگستون. زمانی که ادی با AEW قرارداد امضا کرد یه سری فرصت جلو پاش افتاد، اما جالب پیش نرفتن و ادی تا الان نتونسته به قهرمانی الیت برسه که با این تصمیمات تونی و ادی زمانی که در رولوشن تونست ماکس رو شکست بده، اعضای بلک کلاب به ماکس حمله ور شدن. اینجا ادی با کمال تعجب به کمک ماکس اومد چون نشون داد روانیان خوبمون میشناسن و با این کار ادی شخصیت فیس شد و مورد توجه مدیرا قرار گرفت. ادی تو این مدت در فیودای سنگینی بوده و حتی تونست در کمپانی‌های دیگه به قهرمانی برسه. تو الیت که هنوز هیچ، چون تونی خان مادرش سلام خدمت بینندگان عزیز، من وینس سیاه هستم. میبینم خیلیاتون چنل رو هنوز سابسکرایب نکردین. آخه چرا؟ مگه نمیبینید ما داریم زحمت میکشیم؟ سابسکرایبش کن بجم. شماره 7 ساشا بنکس. الان که با اسم مرسدس مایونز در جاهای دور دراز فعالیت شخمی داره، ساشا بنکس سال 2015 دیبیوت خودش انجام داد ولی با عنوان شخصیت هیل به مین راستر اومد. خوب کشل بودنشو پنهان کردن، باورم اصلا نمیشه. شخصیت هیل ساشا باعث شد یه سری هوادارا رو به خودش جذب کنه، اما درگیری در اون فکشنیش در سال 2016 باعث شد شخصیتش به شخصیت فیس تبدیل بشه و تو رسلمنیا بیشتر مورد توجه قرار بگیره. اکثر هوادارا میخواستن ساشا فیس بمونه، ولی ساشا بعد از رسل مدتی محو شد. تا شارلوت برتری خودش در هر دو برند رو نشون داد، ساشا دوباره برگشت و حسابی مورد تشویق هوادارا قرار میگیره و همین باعث رشد توجه مدیرا و نودل وینس شد و مدیرا فرصت خیلی خوبی بهش دادن و ساشا موفق شد در عرض چند ماه 3 بار قهرمان زنان بشه و این یکی از بزرگترین افتخارات ساشا در طول کریرش بود. شماره 6 واردلو جزو اون معدود استاراییه که همچنان خیلیا اونو به عنوان یه آینده کمپانی میبینن و امید دارن که یه روز قهرمان جهان بشن. واردلو که نه، توف کرد به صورت همشون، همه رو به تمسخر گرفت و به همشون گفت چرا مادرشون خیابونیه، پدرشون الکلی و خودشون مایه شرم خانواده‌ان. واردلو همون اولی که با الیت قرار داد بس به عنوان بادیگارد مداد جمالی فرهمند نجیب MJF مشغول به کار شد. مهمترین مسابقهش هم مقابل کودی رودز بود که شکست خورد. رفته رفته واردلو داشت از دید هوادارا محبوب میشد و طرفدارا میخواستن به شخصیت فیس تبدیل بشه و در آخر هم واردلو به MJF خیانت کرد. واردلو اینطور به شخصیت فیس تبدیل شد و در زمان کوتاهی هم تونست 3 بار قهرمان TNT بشه. شماره 5 AJ استایلز. باز هم یه انتخاب خوب. AJ هم مثل ست هم کاراکتر فیس شالی بود، هم کاراکتر حرومزاده‌اش. این سری می‌خوایم راجع به دوران طلایی AJ حرف بزنیم که فیس بوده. AJ بعد مسابقهش و بردش مقابل شین و دست دادن باهاش فیس شد که انگار نه انگار قبل مسابقهشون مادرش رو جلو چشاش. AJ در اولین قدم سعی کرد برنده مسابقه مانده بنگ بشه که نشد، ولی از همونجا فیودش با کوین اوونز شروع شد و دوباره تونست قهرمان کمربند یونایتد استیتس بشه. AJ بعد تونست برای دومین بار قهرمان جهان بشه و تونست نزدیک 1 سال قهرمان بمونه. قطعا میشه گفت بهترین دوران AJ همون موقع بوده و واقعا دوران خیلی عجیبی بود. شماره 4 نیو دی بعد از فیودشون با لیگ آف نیشنز
تبدیل به تیم فیس شدن و دیگه خودتون باید بدونین نیو چقدر موفقیت داشت. این تیم تونست 11 بار به قهرمانی تگ تیم برسه، در شوهای مختلف و پیپروی‌های مختلف از قهرمانیشون دفاع کنن و حتی تونستن عنوان طولانی ترین قهرمانی تگ تیمو به اسم خودشون ثبت کنن. الان که تیم یه جورایی پراکنده است و خدا میدونه سرنوشت تیم چی میشه. شماره 3 دین امروزه که با اسم جان ماکسلی فعالیت داره، اوایل جداییش از شید زیاد نتونست خوب عمل کنه و اواخر 2015 همه چی 180 درجه عوض شد و در یک سال تونست نه تنها 2 بار قهرمان اینترکانتیننتال بشه بلکه قهرمان جهان هم شد. همچنین تونست برنده چمدون ماندونگ بشه که باید اینو قبل قهرمانیش میگفتم چون داستان خودشو داره. یکی از اشتباهات خیلی کم وینس این بود که دین امروز رو هیل کرد. این کار اعصاب همه طرفدارا رو خورد کرد و خود امروز هم از این تصمیم ناراضی بود و جوری که قبول نکرد با کمپانی تمدید کنه و اصلا کلا رفت. شماره 2 بکی لینچ. این سری هم نوبت یه دیوای دیگه از کمپانی و چه کسی بهتر از بکی لینچ. به خدا حرفی بزنین کارتون تموم میکنم، شوخی هم بکی در سال 2018 موفق شد دیوای زیادی رو شکست بخشید سوشی بانکس ناراحت میشه. بکی خیلی از زنا رو تونست شکست بده و همین باعث شد تو چش هوادارا محبوبیت زیادی بگیره. تیم مدیریت هم قبلا زودتر از این میخواست بکی رو هیل کنه و یه مدتی هیل بود ولی بازم تو چش هوادارا محبوب بود و مدیریت سری نظرشون عوض شد. بکی موفق شد برنده روی رامبل بشه و بتونه در اولین مین ایونت رسلمنیا 35 هر دو قهرمانی زنان را اسمکدان رو به دست بیاره. بکی حتی تونست اون زمان رکورد طولانی ترین قهرمان زنان هم کسب کنه. و حالا شماره 1 دنیل دورانی که هیل بود موفق شد قهرمان سنگین وزن تگ تیم بشه، اما آروم آروم به تبدیل به شخصیت فیس شد و تونست با جنبش یس بین هوادارا بدجور محبوب بشه. همه خواستن مدیرا به برایان فرصت بدن و یه اتفاق هم افتاد. دنیل برایان در سامرسلم 2013 تونست جان سینا رو شکست بده و قهرمان جهان بشه تا اینکه همه چی اینطور پیش رفت. دنیل براین یه مدت یه فیود با تیم مدیریت داشت و تونست در رسلمنیای 30 هم تریپل ایچ رو شکست بده و جواز مسابقه مین ایونت رو کسب کنه، هم تونست رندی اورتون و باتیستا رو شکست بده و قهرمان هر دو کمربند سنگین وزن WWE بشه. ولی حیف شد چون دنیل خیلی زود مصدوم شد و مجبور شد قهرمانی رو واگذار کنه و انگار تموم شد. آره اینم درت از بهترین فیس های مدرن را و واقعا دیگه فکر کنم که تو این لیست نیست. حالا دور ننداز. ما اینقدر به درد نخور نیستیم. امیدوارم از ویدیو لذت زیادی برده باشین. لایک و ساب لطفا فراموش نشه. اگه هم خواستین به دوستاتون معرفی کنین و یه سوالی، آیا سیم پانک واقعا میاد دبل؟ واقعا سیم پانک میاد واقعا سیم پانک میخواد دبل؟ یعنی چیز لایک و ساب کن بچه پفت.